از نام خودم، از نام همه شما باشندگان این محفل، این مجلس تبریک و تهنیت میگوییم و دعاگو هستم که الله مهربان از پشت این خرسندی با خرسندی ها را در خاندان برادر ما نصرت الله همیشه پایدار نگه دارد. کدوم این خواهر ما را هم در خاندانشان مبارک و خیر بگرداند. برادر ما مظفرم که خیش و تباری با برادر ما نصرت الله کردند. الله مهربان این برادر ما را هم تو جان مبارک و خاندان اینها هم برقرار و بردوام نگه دارد. اهل مجلس ما هم این ساعتها را انتظاری دارند که در فرزنداتان که در نبیرهاتان الله مهربان شما را هم موفق و میسر بگرداند. الله مهربان بازم دعاگو هستیم که ابوبکر که بسیار یک وقتی ابوبکر میگوی پیش چشمت جناب ابوبکر میاد و زندگی ابوبکر میاد. خدا کند که یک شمع هم که باشد همون زندگی با لذت و زندگی که حقیقتا یک کیفیت داشت و دارد که ما و شما امروز از او محروم ماندگیم از حساب فعل بدمان، زبانهای بدمان. خدای مهربان دادر ما را هم یک شمع هم که باشد نصیبش گرداند. برادران عزیز و گرامی، در اینجا من حضرت استاد از آداب آغاز کردن میخواستم سر اول از شمس تبریزی من برای شما یک مصرع‌های خوانم تا به یگان همین بزرگای خودمان به نفرهایی که ما و شما با اینها باید الله را تشکر کنیم که چقدر شخصیت‌های بزرگ از ما هست که ما از زحمت اینها، از مهنت اینها شکر که درس میگیریم، راه درستی را میابیم. من برای شما قرائت میکنم. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. به ادب را به سماوات بقا منزل نیست، در سماوات بقا منزل مردان ادب است. آدمی زاده اگر به ادب است آدم نیست، فرق در بین جسم بنی آدم و حیوان ادب است. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست، عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. دیده بگشای ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی، دیده بگشای ببین قاتل شیطان ادب است. یک دو سه روز در این خانه تن مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. رو پسر پند پدر گوش بکن هر شب و روز، دولت و ثروت و تاج سر مردان ادب است. شمس تبریزی بکن ذکر خدای ملکوت، نغمه پردازی این مرغ خوش الهان ادب است. برادران عزیز و گرامی، وقتی که من مصرع‌های خیلی بلندی شمس تبریزی میخوانم یا عبدالرحمن جامی میخوانم یا شیخ سعدی میخوانم یا از عبدالقادر بیدل میخوانم،
بعد اینها را قرائت کردن. شما اگر اهمیت داده باشین برادران، در حال از ملک های دیگر مثل افغانستان، مثل سعودیه، یک نفر در بالای صورت ما یک رنگی سرخ تا کرس میکنه و مقصد چی است؟ اینها برای آنه که شعر میخوانند اینها مشرکند، اینها کافرند، اینها منافقند، اینها مرتدند. برادرای عزیز و گرامی، حال آنکه الحمدلله رب العالمین، برادرای عزیز و گرامی، عقل بسیار نعمت بزرگ است. حرکت کنه که برادرای عزیز این دزدها، اینها دزدند، اینها عقلهای شما را ندزدند. دزد خیلی می شود. دزدی است که هم تلفونی مرا می دزدد، دزدی است که عقلی مرا می دزدد. شما بینید که وقتی یک کس تلفونی مرا می دزدد اینقدر حقارتش میکنن، نفری که عقل ما را می دزدد او را احسن میگه آفرین، بهترین سخن گفت. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، در این مسئله چگونه که استاد اگرچه یک اشاره هم کردن، ولی من برای شما میگویم در این مسئله خیلی امروزا با احتیاط باشیم. ما الحمدلله که مسلمان هستیم. هر کسی که این تمغه ها را مقصد در راستی هر کسی که روا میبیند، برادرای عزیز، در نسبت اونها ما باید که هیچ وقت گمانی نیک نداشته باشیم. حاضر شما اگر در اینترنت ها نگاه کنیم، ابو بسیار است، ابو مریم، ابو صهیب، ابو مثال یک بدبخت دیگر برامد ابو محمد مدنی. من اول نمیدونستم، من فکر میکنم این جوگیه برای تاجیکی رسول قبلا نمیتونست. این بعد میفهم که از همین عشق بده است، از تاجیک خود آمده است که امروز در تاجیکستان ما یگان نفر برادرای عزیز از روی عقیده این آدم مسلمان وجود ندارد. اگر گوش کرده باشه، کسی گوش کرده است، او کس میدانه ایست. ولی من برای شما میگم که خیلی عقیده خطرناک است برادران عزیز و گرامی. و این شخص من وقتی رفتم همون عشق رفتم پانغاز، خدا رحمت کنه بابای داملا عبدالرحیم پانغازی بود، در همین دوره کرونا از دنیا گذشت. همین کس، همین ابو محمد مدنی را همین کس برده بود از داخل کرده است. بعضی خدمتاش این رحمتی مشرک، این رحمتی مرتد، این رحمتی را کافر هم برآورد. برای همین در این مسئله که ما الحمدلله ترس هم ندارم و از ایو هیچ وقت ما انشاءالله احتیاط هم نمیکنیم. من شکر خدای مهربان خودم مسئول احساس میکنم، همچون مسئول میدانم که از چیزی که میفهم و میدانم باید مردم من باید خبر کنم، برادران آگاه کنم. شاعر میگو اژدهای خفته در چاه میرود جانب او اعمای، تو که دیده خبر نمیسازی، با مسلمانی از چی میسازی؟ من وقتی میبینم که مردم رفته است در یک چای حلاکت میزنند، میروند مقصد در یک خطرهای روبرو میشوند، چرا مردم آگاه نکنم؟ حالا که برادران عزیز شما میتونید، من ادرستان میتونم، من شما را مقصد یک دوستی میبخشید.
در زمانهای پیامبر ما برادر عزیز حدیث امام بخاری را ببینید 3610 رقمش را ببینید. یک نفر آمد حضرت مال غنیمت تقسیم میکرد به نام هرقوس ابن زهیر سعدی. پیش پیامبر آمد برادران عزیز و گرامی. وقتی پیامبر مال غنیمت تقسیم میکرد میدونید طرف پیامبر چی میگه؟ گفت ای عدیل، گفت ای هرگاهی که مال غنیمت تقسیم میکنید در مال غنیمت عدالت کن. برادر عزیز این بسیار به حرمتی کلان است در برابر پیامبر که پیامبر از عدالت گپ زنید. میدونید پیامبرمون چی گفت؟ گفت ویلا، گفت و من یعدل اذا لم اعدل قد خیبت و خسیرت ان لم اکن اعدل. گو وای به حال تو ای هرقوس، اگر من عدالت نکنم کی عدالت میکنه؟ اگر من عدالت نکنم تو خوار و ذلیل میشوی. تو نمیدانی که عدالت را من بر این سرزمین آوردم، از عدالت من سخن میزنم. تا این روز شما چی عدالت داشتید؟ وقتی پیامبر برادران عزیز این سخنها را در برابر این هرقوس میگفت، پیر امی ابو محمد یا پیر ابو محمد مدنی و پیر امی آدمایی که تمام عزیزا و بزرگای ما را حکم به کفر دادگیان، بعدا میگه حضرت عمر در پهلوش بود. برادر عزیز این حدیث امام بخاریه. گفت ایذن لی یا رسول الله فیه فاذنی و عنق. حضرت اجازت نمیتی همین به ادبی به شرف گفت گردنش جدا کنم؟ اجازت نمیتی؟ برادرها خوب دقت کن حضرت چی گفت؟ حضرت عمر چی گفت؟ گفت دعه فان له اصحابا. برادرها ببینید گفت را حضرت عمر گوید تو کشته نمیتونی. از پشتی گفت گروه های به دنیا می آیند. نگاه کنید گروه های به دنیا می آیند. چه گروه می آیند؟ یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم صیامه مع صیامهم. این خیل نماز اینها میخوانند تو خود باور که در برابر اینها با خجالت میشماری. این خیلی که اینها روزه میگیرند در برابر این گو خودت تو خجالت میشماری. یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم. لیکن بدون عمر گفت که قرآنی که اینها میخوانند الله قرآنشون قبول ندارد، الله نمازشون قبول ندارد، روزشون قبول ندارد. یمرق من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. گفت اینا از دین آنچنان خارج شدن که مثل تیر از درون کمان. برادرای عزیز همون گروهی که گومه برای در دوره حضرت علی برآمدند. حضرت علی اینها را نابود کرد. اینها کسانی بودند که حضرت علی را حکم به کفر دادند. حتی نفری که 10 یار بهشتی بود حکم به کفر شدند. برای همین برادران عزیز ما از کافر گفتن اینها، از مشرک گفتن اینها الحمدلله رب العالمین الله مهربان ما سپاسگزاری میکنیم که ما زمان مردم نصیحت میکردیم، تعلیم میکردیم که اینها در کدام قور گوره بودن، اینها حتی وجود نداشتند. برای همین خیلی در این مسئله را برای چی من برادرای عزیز برای شما آگاه کردم؟ به خاطری که بسیاری برادرای ما مردم تاجیک ما بسیار مردم خوبیم، کمتر مردم ساده ایم، بسیار مردم مقصد زود باوری. در او مقصد هر یک آدمی که یک آیت قرآن میخونه، حدیث میخونه، تحقیق نکرده. حتی ببینید حضرت عمر در امام بخاری میارش میگه که میدونید که همین نفرایی را که حاضر من گفتم چه آدمن، آیاتی نزلت علی الکفار فجعلوه علی المؤمنین. گفت اینها گروهی هستند که آیتایی که در راست کافرها آمدگن در مسلمان ها نسبت میکنند. یقتلون اهل الاسلام یدعون اهل الاوثان. اینا کسانی هستند که مسلمان ها را میکشند، غیر مسلمان ها در کار ندارند. از آن جمله عبدالله ابن خباب با زنش وقتی می اومد، زنش حامله دار بود، او درباره حضرت علی چی عقیده داری؟
و حضرت علی چه عقیده دارم داماد پیامبر است، چه عقیده دارم 10 یار بهشتی است. میگه حضرت همون عبدالله بن خباب قتل کردن، با الله قسم برادرها در کتاب میارد زنی او را قتل کردن، میگه شکمی کودک بیرون برآوردگی را حتی گردنش هم میگه زدن. اینقدر اینها مقصد برادرها در ریزاندن خون ما و شما بگیم که حلال میدانند و جایز میدانند. برای همین خیلی برادرها از احتیاط کنین نسبت مذهب خودمان، نسبت آن چیزی را که الله مهربان رحمت چون کند زحمت بسیار کشیدن از قرآن از حدیث برای ما و شما استدلال استنباط آوردن، ما و شما از اینها برادرها پیروی کنیم و چگونه که داملا هم از بزرگا و عزیزای ما و شما یادآوری شدن همیشه مثال قدردانی کنیم، به قدر همه این عزیزای خدا رسیم. جای افتخار است برادرای عزیز که ما این خیل شخصیت ها و این خیل عزیزای بسیاری داریم که از پشت اینها ما میتونیم برادرای عزیز فخر کنیم. یک روز یک مقاله را خواندم درباره همین پوتین، همین مرد که همین رهبر بگیم روسیه را، وقتی میپرسنش که تو همین حالتهایی که اگر غمگین شای کدام کتاب بیشتر مطالعه میکنی؟ میگه کتاب عمر خیام. وقتی اگر غمگین میشم کتاب عمر خیام من مقصد میگیرم مطالعه میکنم. حالا که عمر خیام برادر اولی با بروسی پیرواد کردن، اگر با همون لهجه شیرین تاجیکی این مردک میفهمید و میخوان یا خدا دانه در مکتبه حتی درسیش میکرد. وقتی میخوان که دانی که پندیدی همت اگر به من داری گوش، از بحر خدا جامعه تزویر مپوش، دنیا همه ساعت و عمر تو دمی، از بحر دم عمر ابد را مفروش. هرگاهی که انسان اینها را میخونه برادرای عزیز معنای اینها را چه لذت زیاد میبریم ما عزیز. اما را از افغانستان ابو محمد است که است ابو عبیدالله متوکل است، یک تا و کدام عبدالظاهر داعی است، میگن مولانا مولای روم، عمر خیام، اینا همه میگن مشرکن، همه اینا کافرن. برای همین برادرای عزیز و گرامی اینا جای افتخار هم هستن، جای تکیه هم هستن. الله مهربان است، سپاسگزاری میکنیم. ابوبکر جان بازم تبریک میگیم برادرای عزیز. خدا کنه که خواهر ما به این خاندان یک نور بیاره، به این خاندان یک گوییم که برکت بیاره، به این خاندان یک خیر زیاد بیارد. نصیحتایی را که اکای داملا کردن ما هم انشاءالله در برابر این گفتنیم که البته به البته رحمت کند خداوند جناب فردوسی را. چی خوش گفت فردوسی پاک جان به شاهنامه اندر بیان زنان، بهین زن در جهان آن بود که پیوسته با شوی خندان بود. مگو این سخن را پا و سر است، حدیث و سخنهای پیغمبر است. فردوسی میگو بگم تا بهترین زن کدام زنه؟ همون زنه که مردکش بگن همین زن راضی، بگن راضیم، گفتن همین زن بهترین زن به شمار میرود. خدا کند که خواهرای ما برادرای عزیز از جمله زنهایی باشند که شوهرها از ما راضی باشند، شوهراشون را حرمت کنند، به قدر شوهرها برسند. شما هم برادرای عزیز گپ سری آداب رفت، ما کم کم همین اینترنت ها قد بسیار سر کار داریم، ما هم شبکه داریم، ما هم سوال جواب داریم. میبینم که تاجیکی ما یکی از دخترها را میگه مقصد رسیده است، یکی از کدام کمپیری عروس رسیده است، یکی میبینی که مثال یکان کار دیگر را دست دادن. برادرای عزیز و گرامی چگونه داملا برای ما و شما اشاره کردن. خیلی و خیلی در این مسئله احتیاط کنیم، خیلی و خیلی احتیاط کنیم. هیچ وقت همیشه با این مردم راسا کنیم، با این مردم معامله کنیم. انشاءالله شما در همین بگیم خاک یمینا، در سرزمین یمینا، در وطن یمینا که هستین، البته به البته مقصد اگر چنده که ریسک جانب الله هم باشد، لیکن یک چیزی باید سبب شود که مادامی که همین ملک و همین دیار یمینا برای ما شما سبب شدگیان، با این مردم یگان رفتاری دغل نکنید، این مردم مقصد حقارت چون نکنید، این مردم تنگ روشی نکنید. یعنی اینها انشاءالله ما با همین خصلت هامون، با همین رفتارامون
خدا خواهد با در دل امینا ما و شما البته جا میگیریم برادران. الله همه شما را نگهبان باشد، تنتان صحت نگه بدارد، بی درد و بی غم باشین. خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و ایمان کامل تان تیاد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.